Resident Evil Requiem، بازی که بیشترین انتظار رو ازش داریم و میخوایم بهتره کنه. چرا؟ این نسخه که در واقع همون رزیدنت ایول 9 هم هستش و جزء سری اصلی و قرار کلی چیز بدگیزون رو تو داستان بهمون نشون بده، میخواد لیان دلها رو به بازی برگردونه. تاریخ عرضه 27 فوریه 2026، یعنی همین 8 اسفند همین امسال. چی از این بهتر؟ بازی روی پلیستیشن 5، ایکس باکس سریس X و S، نینتندو سویچ 2 و پی سی عرضه میشه. بازی به شدت واقع گرایانه است و روی گرافیک به خوبی کار شده و تو داستان ما رو با قهرمان جدیدمون یعنی گریس اشکرافت آشنا میکنه، یه تحلیلگر تکنیکی FBI که وارد ماجرای اسرارآمیز و تاریک داستان قشنگمون میشه. داستان از این قراره که گریس باید مرگای عجیب و مشکوک رو بررسی کنه که باید ببینیم چطور به داستان جذابمون وصل میشه. بازگشت قابل توجه لیان اس کندی. بعضی منابع غیر رسمی لو دادن که حتی ممکنه لیان در نقش قابل بازی برگرده. بعضی شایعات هم میگن ممکنه این حضور آخرین حضور اصلی لیان توی خط داستان اصلی باشه، که یعنی بازی ما رو با تموم کردن داستان لیان به نسل‌های بعدی و کرکترهای جدید میبره که خب هم منطقیه هم قشنگ. بازگشت به ریشه های وحشت و بقا. کپکام قول داده که رکویم یه مقدار سخت تلفظش، ولی خب از این به بعد میگم رزیدنت ایول 9. خلاصه قراره که رزیدنت ایول 9 یک تجربه کلاسیک تر از تاریک ترین دوران رزیدنت ایول بده بهمون. ترکیب اکشن و وحشت، اکتشاف، پازل و بقا مثل قدیما. گفته شده سیستم وحشت بازی با احساسات مخاطب بازی میکنه و تجربه روانی‌تر، ترسناکتر و تنش‌زاتر از نسخه‌های اخیر خواهد بود. کپکام الحق که ازت انتظار داریم. لوکیشن بازی بچه‌ها معرفی میکنم: راکون سیتی. شهری که مرکز فاجعه‌های بزرگ سابق بوده و حالا بعد از نابودی دوباره شاهد ماجرا و داستان و وحشت‌های تازه است. خب اینجوری هم نیست که ما دوباره همون راکون سیتی رو ببینیم. قاعدتاً برای این نسخه راکون سیتی محور داستان نیست، اما ارتباط مستقیم به اون فاجعه‌ها و پس زمینه سری داره. دید اول شخص و سوم شخص. رزیدنت ایول 9 ترکیب دید اول شخص و سوم شخص رو ارائه میده و بازیکن بینشون سویچ میکنه که برای فضاسازی و استراتژی واقعا مهمه. این باعث میشه هم بخش‌های روانشناختی ترسناک توی دید اول شخص و هم اکشن و اکتشاف راحت‌تر توی دید سوم شخص بهتر کار کنن. دشمنا، ترسای جدید و قدیم. بازی دشمنان جدید متنوعی داره که یکی از اونا به اندازه نمسیس سمج و بیرحم معرفی شده، موجودی که نمیتونی راحت بکشی و همه جا دنبالته. نسخه های بازی دو نسخه اصلی میاره جلومون. بازی اصلی، نسخه استاندارد و نسخه دیلاکس که شامل محتویات اضافه‌ای مثل اسکین برای کرکتر و آیتم‌ها، تم‌ها و یه بسته صدا به اسم راکون سیتی کلاسیک و همچنین فایل‌ها و دستاوردها و نامه‌های جذاب اضافه تر برای طرفدارای بازی، چیزایی که لور داستانی رو کاملتر و با جزئیات بیشتری به پلیر نشون میده. خلاصه خیلیا برای این بازی هیجان زدن که طبیعیه، من هم هیجان زدم و امیدوارم کپکام مثل همیشه کارو عالی جلو ببره. من اخبار دیگه هم از دنیای گیم میگم بهتون و اگه دوست دارین بروزترین اخبار رو بشنوین، وارد خانواده کوچولی پیکسل پرسپشن بشید.